درود بر شما. امروز میخوام تایپ 10 انگشتی رو آموزش بدم. میدونم که تایپ 10 انگشتی کم کم داره با توجه به حضور هوش مصنوعی منسوخ میشه، ولی تایپ کردن با 10 انگشت واقعا لذت داره. اون لذتی که انگشت ها هنرمندانه بالا و پایین میکنه و تایپ میکنه واقعا بی‌نظیره. به هر حال دوستانی هستن که با کار تایپ سر کار دارن، کار در منزل به صورت تایپیست دارن درآمدزایی میکنن. این به درد اون دوستان میخوره و در ویدیوی بعدی میخوام که تایپ صوتی رو آموزش بدم که چجوری شما بخونین و نرم افزار برای شما تایپ رو انجام بده. پس سابسکرایبم کنین، لایکم کنین، حمایتم کنین تا ویدیوی بعدی رو که گذاشتم امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. خب تایپ 10 انگشتی، حالا قدیم ماشین بود، ماشین نویسی بود که سبکش همین بود، حروف همین حروفا بود. حالا اون تق 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 خیلی صدا میداد و به هر حال خیلی چیز جالبی بود و قدیمی بود. من میخوام که شروع کنم آموزش تایپ 10 انگشتی رو. ببینین صفحه کیبورد شما اگر حروف فارسی نداره میتونین از لوازم تحریری ها این لیبل های فارسی رو بگیرین بچسبونین روی حروف، خیلی راحت حروف ها رو بشناسین. آموزش این تایپ به خاطر اینه که شما به هیچ وجه کیبورد رو نگاه نکنین. یک تایپیست برای اینکه کارش سریع باشه نباید صفحه کیبورد رو نگاه کنه، باید متنش رو نگاه کنه و صفحه مانیتور رو ببینه که درست تایپ شده یا نه. خب برای این کار چیکار باید کرد که صفحه کیبورد آدم اصلا نگاه نکنه؟ انگشتان ما تعریف شدن برای حروفی. اگر این حروف رو برای انگشتانمون حفظ بشیم خیلی راحت میتونیم کار تایپ انجام بدیم بدون اینکه صفحه کیبورد رو نگاه کنیم. در ابتدا وسط ما انگشتان ما وسط این حروف قرار میگیرن و این انگشت اشاره مال ت هست، این انگشت اشاره مال ب. وقتی که ت و ب انگشتاشون قرار گرفتن بقیه این فنر باید بیان در کنارشون قرار بگیرن به این شکل و هر انگشتی اطراف خودش رو تایپ میکنه. مثلا ت الف رو تایپ میکنه، عین رو تایپ میکنه، غین مشترکه. اگه راست دست هستین با غین، یا مثلا دال و انگشت این اشاره سمت راست تایپ میکنه و زالم مشترکه. مثلا ب علام و ر رو، بعد ز و ژ هم همینطور، ی همینجور، سین همینجور و انگشت کوچیکه سمت چپ ذاتا میزنه، بعدی ساتا میزنه، سه نقطه رو، قاف و ف رو. این انگشت کوچیکه سمت راست خیلی پرکاره، گافو میزنه، ه، این ج، چه. ببینیم وقتی که میخواد بره ج و چه رو بزنه انگشت ما بلند نمیشه، این بیاد ج رو بزنه، چه رو بزنه، این ت رو بزنه، شیفت رو بزنه. این انگشت یعنی چسب اینجا چسبیده. ببینید میاد حتی بک اسپیس رو میزنه، چه رو میزنه، ج رو میزنه، گاف رو میزنه، شیفت رو نگه میداره. این اینجا نگه داشته میشه، نه اینکه فشار بده، نه، برای اینکه دوباره برگرده بیاد سر جاش، چون ما کیبورد رو نگاه نمی کنیم گمش نکنیم. خب حالا چجوری انگشتانمون رو حفظ بشیم؟ میایم ردیف اولا به خودمون انقدر املا میگیم و بدون اینکه صفحه کیبورد رو نگاه کنیم صفحه مانیتور رو نگاه میکنیم به خودمون املا میگیم. مثلا تاب، تب، ساب، کال، گال، نال، مال، لام، لان. به این شکل به خودمون املا میگیم تا اینکه این ردیف این انگشتامون رو کاملا حفظ بشیم. به فرض من الان حفظم که این انگشت من حروفی که شامل این انگشت من میشه ت، الف، دال، زال، عین، غین هست. خب این انگشت من نون، ه و م و همزه هست.
تمام انگشتامون حفظ میشیم. این ردیف اولی که گذاشتیم و به خودمون املا میگیم، بعد شروع میکنیم ردیف بعدی. این حروف و این حروف قاطی میکنیم. این کلاس اول ابتدایی چجوری املا میگن به خودمون املا میگیم. بعد اینم همینجور کم کم یه متنی رو در کنار خودمون میذاریم. اصلا کیبورد رو نگاه نمیکنیم، فقط متن رو نگاه میکنیم و مانیتور رو به خودمون املا میگیم. اگه غلط داشتیم اشکال نداره، بک اسپیس رو میزنیم، دوباره تایپ میکنیم. ببینیم بک اسپیس رو میزنم، انگشتم عین فنر جاشون رو بلدن، میان کنارش قرار میگیرن و اینم همینجور انگشتام میان کنارش قرار میگیرن. حالا انگشت ت اگه مشغوله، این انگشت چسبیده به خودشه، سر جاش قرار داره که دوباره بیان کنار هم. ببین دارم با این تایپ میکنم، اونا سر جاشونن، بعد برمیگرده سر جاش میاد کنار هم قرار میگیره. به این شکل هیچ وقت حروف رو شما اشتباه تایپ نمیکنین. اگرم اشتباه تایپ بشه با تمرین بیشتر شما اشتباهاتتون جبران میشه و خیلی انگشتاتون روون شروع میکنن به تایپ کردن. موفق باشین. امیدوارم که از این طریق بتونین کسب درآمد بکنین.